یک شعر از حضرت بیدل. قفل گنج دل است خاموشی، قفل گنج دل است خاموشی. از صدف پرس این معما را بیدل، ار واقف ز رمز یقین ترک کن قصه من و ما را. قفل گنج دل است خاموشی. خاموشی به عنوان یک قفل بر دل انسان توصیف شده است. این خاموشی می تواند به معنای عدم آگاهی از دنیای درونی و حقیقتی وجود باشد. در تصوف خاموشی و سکوت به عنوان راهی برای رسیدن به خودآگاهی و حقیقتی درونی شناخته می شود. از صدف پرس این معما را. صدف به عنوان نمادی از وجود انسان و درونی اوست. صدف به عنوان یک موجود زیبا و در عین حال محصور نشان دهنده این است که حقیقت و زیبایی در درون ما نهفته است و باید برای کشف آن سعی و تلاش کنیم. بیدل ار واقف ز رمز یقین به این معناست که اگر انسان به رمز یقین و حقیقت آگاه باشد می تواند به درک عمیق‌تری از وجود خود برسد. در اینجا رمز یقین به دانش و آگاهی از حقایق ژرف زندگی اشاره می کند. ترک کن قصه من و ما را. به این نتیجه می رسد که برای رسیدن به حقیقت و آگاهی باید از داستانها و تفکرات سطحی خود بگذریم. این جمله دعوت به رهایی از تعلقات دنیوی و جستجوی حقیقت درونی است. این شعر به ما یادآوری می کند که خاموشی و سکوت می تواند به ما کمک کند تا به درون خود نگاهی عمیق‌تر بیندازیم و با احساسات و افکار خود آشنا شویم. خودآگاهی و درک عواطف از الزامات رشد فردی و اجتماعی است. این شعر به ما می‌آموزاند که برای رسیدن به آرامش و درک بهتر از خود باید به درون خود سفر کنیم و از افکار و داستان‌های سطحی فراتر برویم.